بسم الله الرحمن الرحیم. درباره شکننده های طهارت که چی چیزها طهارت را می شکنند و این چونین درباره مسئله مهم زنانه درباره ویدیلینی ما درس دیگر گفته گذشته بودیم و تمام کردیم. امروز خواهران عزیز درباره حدث حکمی چیزی که خودش نجاست نیست اما طهارت را میشکند. چیزی که خودش نجاست نیست اما طهارت را میشکند، درباره آن صحبت میکنیم. از جمله درباره خنده کردن و قهقه زدن. اولا درباره چیزی که خودش نجاست نیست، یعنی نزدیک شدن زن و شوهر بی‌جما باشد هم وقت بی لباس است، در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه طهارت را میشکند. در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه طهارت را میشکند اگرچه چیزی نازل نشود. و این چونین بیهوشی و این چونین مستی و دیوانگی. بیهوش شدی، از هیچ جای تو یگان نجاست خارج نشد اما تو باید طهارت کنی چون عقل چه شد؟ پوشیده شد. و این چونین خوب، اما خوبی که تکیه کرده باشید یا طرزی که شما الکی تماما خود را حس نکردید. بعضا خواهران عزیز غنب هست، یعنی خوابی خیلی کوتاه مدت، یک چند ثانیه به دقیقه نمی رود، شما چشمتان رو پوشیده می کشید. بعضا حتی در سجده می شود، بعضا در جای نشست، علل خصوص در وقت انتظار نماز بامداد در رمضان این حالت می شود. یعنی خوابی که یک چند لحظه هست و شما همان گونه که نشستید همان گونه بیدار می شوید، به جای ناافتیده، سرتان ناافتیده است، دستتان ناافتیده است، طهارت را در نزد یگان مذهب هم نمیشکند. یعنی خواب خیلی و خیلی کم که شما حتی شنیده میستید در اطرافتون چی هست. ما غنب میگویم، یعنی مقدمه خواب. اما خوابی که خوراک کشیدید مثلا، یا خوابی که شما تماما کلتون افتید و حس کردید که یک لحظه یا یک چند دقیقه هیچی رو نفهمیدید، در این وقت چی می شود؟ طهارت میشکند. اکنون نگاه کنید، خوب خودش نجاست نیست اما از اینکه زوالی چی است عقل می رود و شاید باد براید یا چیزی دیگر، طهارت میشکند. پس از خواب میخیزید، طهارتی دست رو میکنید. یک بدعت در بین ما هست که از خواب خستن اگر به حاجت خانه نروند هم مستحب میکنند، در حالی که تو فقط خوابیده خستی، از تو یگان نجاست خارج نشد، فقط طهارتی دست روی میکنی. یعنی خوابی که شما تکیه کرده دور و دراز خواب رفتید یا عموما خود رو حس نکردید، طهارت رو میشکند. این خوابی چه است؟ خوابی عمیق است. اما خوابی که خیلی کم است، خیلی گفتیم چند لحظه ها هست و خود رو شما حس کردید یا گفتیم همون هیئتی که در حالتتان هست بیدار شده، طهارت نمیشکند. این چونین قهقه در یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه خواهران عزیز، هر کسی که در نماز قهقه یعنی با صدای بلند خنده میکند، نمازش هم ویران است و طهارتش هم. لیکن حدیثی که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است، تقریبا تمام علما آن را ضعیف میکنند. قهقه در دیگر مذهب ها نماز را باطل میکند لیکن طهارت را نه. یعنی در دیگر مذهب ها و این قول راجح است، یعنی بهترینش به همین عمل کنید که وقتی شما یک خندیدید که بعضا میشود، در این وقت شما نمازتان باطل می شود. و این همه اتفاق هستند، مثل با صدا صحبت کردن، اما طهارتتان نمیشکند. و اینجا حدیثی که میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کسی که به صحابگان وقتی که در مسجد یک نفر می آید و به چقوری می افتد خنده میکنند، پیامبر میگن شما هم نمازتان را دیگر کنید، از نو خوانید، هم طهارتتان را. درباره نماز میگن هست حدیث، اما طهارت را از نوگیر حدیث چه است؟ ضعیف می باشد. ولیکن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه چی گفتیم؟ طهارت میکند. و در مثلا مذهب امام شافعی وقتی که دستت به یگان دست زن رسید یا اینکه حتی مثلا کودکت رو تازه کردی، طهارت میشکند، که در نزد جمهور علما مادامی که یگان چیز از بدنت از روی شهوت نازل نشد، طهارت نمیشکند. و در مذهب امام احمد مثلا گوشتی شتر خوردی یا حتی در بعضی قولها گوشت گوسفند خورده هم طهارت میشکند. لیکن در این باره حدیث است که خواهران عزیز، در اول پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت از اینکه بوی بلند دارد
از گوشت شتر طهارت میکردن، بعداً پیش از مرگ وقتی که گوشت میخوردن هم طهارت نمیکردن. پس اینها یعنی خنده چی گفتیم در مذهب ابو حنیفه؟ خنده بلند در داخل نماز فقط طهارت رو میشکند. خوابی که تکیه کردی، خوابی کمی عمیق طهارت رو میشکند. بیهوشی، دیوانگی، یک مستی، حتی مثلا مستی که از جهت نارکوز یا بعضی از داروهای خوابنده باشد طهارت رو میشکند، یعنی بیهوش کننده. و این چونین اگرچه هم خوابگی نباشد هم رسیدن بدنی لوچ اکنون نگویم علاج ندارد یا گفتیم به لباس هم طهارت رو میشکند. این چیزها یگان توش نجاست نیست ولی طهارت رو میشکند. اما مثلا شستن میت، جنازه رو بردن، یا اینکه گوشت شتر یا گوشت هایی که در آتش پخته شده است خوردن، یا اینکه دستت یکی به دست یگان زن رسید یا گفتیم به همسرت رسید، یا اینکه کودکت رو شستی، اینها در مذهب ابو حنیفه طهارت رو نمیشکند. و این چنین قول راجح همین است که طهارت رو عموما نمیشکند. یعنی چون حدیث در صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از به نماز رفتن بعضی همسران خود رو میبوسیدن، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره چی گفته اگر جنازه رو برداشتن غسل میت باشد، اگر حدیث هم باشد اون فقط به خاطر مستحبی است. یعنی خوب است که یک به دست رویت آب زنی طهارت کنی، برای اینکه جنازه برداشتن و مرده رو شستن حالت انسان رو کمی مخیف میکند، انسان یکم احوالش بد میشود. طهارت کرد حالتش خوب میشود، لیکن فرض نیست. یعنی فرض نیست که تو مرده رو شستی حتما طهارت کنی یا جنازه رو بردی حتما طهارت کنی. این درباره شکننده های دیگری طهارت بود. و اینجا ما درباره غسل، درس دیگرمون درباره غسل است که الله نصیب کند صحت و سلامت باشیم، درس دیگر دوام میدهیم.